یه پاس گل کافی بود واسه زدن 935 تا گل. کسی که تو ویدیو بغل کریس رونالدوی نوجوان میبینی و نمیشناسیش آلبرت فانتراوه، دوست صمیمی و همتیمی سابق کریس رونالدو. کسی که اگه نبود شاید الان یکی از بهترین بازیکنهای تاریخ رو نداشتیم. حالا داستانش چیه؟ تو سال 2002 مربی اسپورتینگ واسه دیدن یه بازی به ورزشگاه میره و میگه کسی که تو این بازی بیشترین گل رو بزنه راهی آکادمی اسپورتینگ میشه. تیم رونالدو بازی رو 2-0 جلو بوده. یکی از گل‌ها رو رونالدو زده بوده و یکی دیگر دوست صمیمیش یعنی آلبرت. تو دقیقه پایانی آلبرت با دروازه‌بان تک به تک میشه ولی خودش ضربه رو نمیزنه و پاس میده به رونالدو تا رونالدو گل سوم تیمشون رو بزنه. و بعد از اون کریستیانو راهی آکادمی اسپورتینگ میشه. بعد از بازی رونالدو ازش میپرسه که چرا این کارو کردی؟ آلبرت بهش میگه چون تو از من بهتری و حق توئه که راهی اسپورتینگ بشی. و بعد از اون آلبرت برای همیشه فوتبال رو رها میکنه. بعدا خبرنگارا بهش سر میزنن و میگن که زندگی خوبی داره. ازش میپرسن که اینا رو چجوری به دست آوردی تو که دیگه فوتبال بازی نمیکنی. آلبرت تو جوابشون میگه که همه اینا از طرف رونالدوه. اون هوای من و خانواده‌مو داره. خلاصه که تو زندگیتون اگر نمیتونید رونالدو باشید حداقل آلبرت فانتراو باشید.